همه چیز شأنی الهی داره و چون به خداوند در یک مرتبه توحیدی سالک و عارف اعتقاد کامل داره، پس همه چیز رو میپذیره. توحید یکی از مرتبه های سلوک هست. تو جهان رو یکی بدانی، در یک وحدت ببینی جهان رو، میگن وحدت وجود. باور کنی که همه هرچه هست شکل متکثر و تکثیر شده یکیست، که حاتف اصفهانی در اون ترجیبند مشهورش میگه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. یکی هست، این میگن بهش توحید، یک مرتبه عرفانی است. و این توحید باعث میشه که تو از جهان خلقت پذیرش کامل داشته باشی، چون هرچه که هست اوست و تو متعلق به اویی. بعد از توحید به درجه فنا میرسی که حتی خودت رو هم نمیبینی، هرچه هست اوست و پذیرش کامل ازش داری دیگه. پس این اتفاق، این چیز، این طبیعت، این آدم، هیچ کدوم بد نیستن، چون همه نمایانگر جلوه های مختلف او هستند. تو هستی من شدی، از آنی همه من نیست شدم با تو، از آنم همه تو.